سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. با حل یک مسئله از مبحث یک نوایی و صعود نزولی در خدمت شما هستیم. یه سوال تألیفی داریم که سوال شبیه کنکور 1402 یه تغییرات خیلی خوبی پیدا کرده که بسیار میتونه برای فهم این مبحث بهتون کمک کنه. خب اگر fx مساوی این تابع باشه آنگاه مجموع جواب این نامعادله شامل چند عدد صحیح است. خب ببین بچه ها این نامعادله رو دقت کنید. f یعنی fx کوچکتر مساوی با f رادیکال x. آیا از دو طرف این نامعادله ما f رو میتونیم صادر کنیم؟ بله، به شرط اینکه تابع ما اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشه. خب ببینید بچه ها، شما اگر اینجا به این معادله به این تابع دقت کنید، x یعنی نیمساز ناحیه اول و سوم که اکیداً صعودیه، رادیکال x منهای یکم، خب رادیکال x کلاً اکیداً صعودیه که مجموعشون میشه اکیداً صعودی. چون f اکیداً صعودیه من میتونم از دو طرف f رو ساده کنم، میشه fx کوچکتر مساوی رادیکال x. خب مرحله بعدی من به جای fx خود این تابع رو قرار میدم که در واقع از دو طرف این رابطه رادیکال x با رادیکال x ساده میشه و اگر شما -2 رو ببرید اون طرف میشه x های کوچکتر مساوی -2 مثبت 2. این یه رابطه. و اما دومین موضوع اینه که ما باید به دامنه ها توجه کنیم که یه بخشی از دامنه هایی که باید بهش توجه کنیم حتی طراح کنکور 402 هم توجه نکرده بود و باعث شده بود که تست غلطی طرح بشه که من اینجا میخوام در موردش صحبت کنم. ببین بچه‌ها، در مورد دامنه اولین چیزی که باید بهش دقت کنید اینه که زیر رادیکال باید مثبت باشه، یعنی x باید بزرگتر مساوی 0 باشه. یعنی این تابع باید خود این تابع چون x وارده این میشه و x میره زیر رادیکال، اینجا باید خود این تابع 100% در واقع xش مثبت باشه. خب حالا شما سمت چپ این رابطه رو نگاه کنید. چون شما میخواهید fx رو بذارید داخل f، یعنی این قراره بره خودش به جای x قرار بگیره. چون این تابع قراره بره به جای x، خب زیر رادیکال هم قراره بره، بنابراین خود این عبارت باید چی باشه؟ خود این عبارت باید بزرگتر مساوی 0 باشه. خب من اگر اینو بردارم تجزیه کنم، اتحاد جمله مشترک البته با روش تی هم میشه رفت. اینا میتونیم بنویسیم رادیکال x منهای 1 رادیکال x به علاوه 2 بزرگتر مساوی 0. این عبارت همیشه مثبته، بنابراین اگر بخواد این بزرگتر مساوی 0 باشه اینم باید مثبت باشه، یعنی رادیکال x باید بزرگتر از 1 باشه، پس x باید بزرگتر از 1 هم باشه. اینو باید دقت داشته باشید. بنابراین شما اگر به این خاصیت و این خاصیت و اون دقت کنید، با اشتراک گرفتن از همه اینها ما میفهمیم که x میشه بین 1 بسته تا 2 بسته که شامل چند تا صحیح میشه؟ 2 تا، 1 و 2 گزینه 2. اگر با طرز فکر طراح کنکور 402 برید جلو، جواب میشه بین 0 و 2، یعنی گزینه 3 رو میزنید. اینو دقت داشته باشید. خسته نباشید. تا سوال بعدی، خدا نگهدار.